داره از هم میپاشه. نمیدونم به قدر کافی قوی هستم تا نجاتش بدم. من صلاحیت محافظت از افرادی که دوستشون دارم و دارم. تو هیچ وقت ناامید نشدی، هیچ وقت عقب نکشیدی. منم همینطور. این قدرت من، مسئولیت منه. من مرد عنکبوتیم. فیلیمو تقدیم می کند. سلام پیت، دارم روی درخواست کالج کار میکنم و نوشته که باید درباره خودم بهشون بگم. باید همه چیزو درباره خودت بگی. این واقعا بده. توصیه‌ای داری؟ خب اینجا رو باش. سلام، من پیتر پارکرم. 25 سالمه و لیسانس بیوفیزیک دارم و عاشق بهترین زن دنیام. فروتنانه بود. کسی که بهترین خبرنگار شهره. موافقم. زنده باد ام جی. من سعی میکنم زن فوق‌العاده دیگه ی الگوی رفتار خودم قرار بدم. عمه می. بازم فروتنانه بود. لعنتی. و چند وقت پیش یه عنکبوت رادیواکتیوی گازم گرفت و قدرت‌های فوق‌العاده‌ای پیدا کردم. نمیتونم اینو توی مقالم بنویسم. هی من فقط دارم خودم رو معرفی میکنم. من از قدرتم برای کمک به شهر استفاده کردم و جلوی افراد زیادی رو که میخواستن بهش آسیب بزنن گرفتم. مثل استادم دکتر اکتاویوس. آزمایشگاهش توسط همدانشگاهی قدیمیش نورمن آزبورن تعطیل شد. آتو با استفاده از یه سلاح زیستی این کار رو تلافی کرد. در آخر من تونستم آتو رو متوقف کنم، ولی این کار بدون بها نبود. این خیلی خوب بود. اما من پیتر پارکر نیستم. دقیقاً. تو مایلز مورالسی. 17 سالته و دانشجوی آکادمی چشمانداز بروکلینی. دیگه چی؟ فکر کنم من هر از چند گاهی به مادرم توی هارلم کمک میکنم. اون مشاور مورالسه و یه دختر اونجاست که دیدنی و الهام بخشه و فکر میکنم اون یکی از بهترین هنرمنده شهره و همینطور منم توسط یه عنکبوت رادیو اکتیوی گزیده شدم و قدرت‌های فوق‌العاده‌ای پیدا کردم. من از اوجی یاد گرفتم که چطوری مرد عنکبوتی باشم. برای از پدرم قهرمان بودن رو یاد گرفتم. اون به خاطر بمبگذاری مارتین لی کشته شد. کار خوبی که هر روز سعی میکنم انجام بدم خوبیاییه که پدرم در من کاشته، ولی این سخته. حتی با قدرت‌های فوق‌العاده‌ام گاهی وقتا نمیتونیم افرادی که دوستشون داریم رو نجات بدیم. مهم نیست چقدر سخت تلاش کنیم. به هر حال یه قهرمان هیچ وقت ناامید نمیشه و منم چنین قصدی ندارم. نمیدونم رفیق، نمیتونم بدون اینکه درباره مرد عنکبوتی حرف بزنم درباره خودم صحبت کنم. البته که میتونی. تو فقط باید چرا یه متن دیگر رو شروع نمی کنی؟ 2 سال قبل آماده ایم. خوبی؟ به هم یه قولی میدی؟ هرچی باش. اگه این جواب نداد منو بکش بیرون. جواب میده. وقت زیادی برام باقی نمونده. یه فرصت برای خداحافظی میخوام. من تو رو از دست نمیدم. هرگز نمیذارم از پیشم بری.
زمان حال. چه اتفاقی باحالی افتاد. همشو برای تعریف کردم. ما به یه دلیلی زنگو زدیم. بشینیم. من اومدم. صبح بخیر بچه ها. ما امروز یه معلم جدید داریم که به همون ملحق شده. سلام، اسم من آقای پارکره و امروز خیلی خوششانسیم چون اینجا کلاس فیزیکه و فیزیک خیلی فوق‌العاده است، خیلی عالی. تا حالا به این فکر کردین که چطوری برخی از حشرات و خزندگان و پرندگان میتونن درست از روی حوض عبور کنن؟ 2 کلمه: کشش سطحی. من میخوام برم دستشویی. باشه. کشش سطحی مورد انسجامه. در حال حاضر به شکل معادله گاما کشش سطحی رو میشه به عنوان نیرویی که به موازات سطح یه مایع اعمال میشه محاسبه کرد. F تقسیم بر طول L، خطی که نیرو بر روی اون وارد میشه. کسی من به کمک نیاز دارم. آقای مورالس، درسته؟ مطمئن این چیزی نیست که خودت بتونی پسش بر بیای؟ مطمئنم. خیلی خوب بچه ها، فصل 4 یا 5 هر کدوم که میخواین بخونی. مایلز، من به این شغل نیاز دارم. اگه ناظم برگرده و ببینه من رفتم اخراج میشم. میدونم، اما باید اینو ببینی. مارکو امروز نه، قطعا اخراج میشم. مدیر اونز همینطوریشم به خاطر اینکه صبح دیر اومدم اصلا متنفره. رفیق بهت که گفته بودم به موقع بیای. چیزی نیست، خیلی زود برمیگردیم. خوبه، چون درخواست کالجمو با مشاور مدرسه بررسی کردم. اوه، مقالتو تموم کردی؟ هنوز شروع نکردم. اوه، بیا بریم شهر و سریع به مارکو رسیدگی کنیم. سلام ام جی. سلام بچه‌ها، ممکنه سریع‌تر به مرکز شهر بریم؟ داریم از بروکلین رد میشیم. جیمسون به خاطر درگیری تنبیهت کرده؟ آخه کی اسم رئیسش انقدر جه داره توش؟ واقعا از رژیم جدید خوشم میاد. خیلی سریع اونو رو فرم میاری. خب چه خبر از مارکو؟ چند سالی از آخرین نمایشمون میگذره. به گفته شاهدین اون در حال فرار از برادوی بوده و مثل دیوونه ها فریاد میکشیده. اونا میگن اون عصبانی و دچار توهم پارانویدی بوده، بدجوری هم عصبانی بوده. پسر، امیدوارم بتونیم آرومش کنیم. من دیدم که مردم اینطوری کنترل خودشونو از دست دادن. مراقب باش. خوبیش اینه که الان 2 تا مرد عنکبوتی داری. موفق باشین. ممنون ام جی. ممکنه به فناوری جدیدی که در حال درست کردنش هستیم هم نیاز داشته باشیم. امکان نداره، هنوز آزمایش نشدن، هنوز نمونه اولیه است. اما تو آوردیشون، درسته؟ حرفش هم نزن. مراقب باش. تو خوبی؟ آره، ولی فکر کنم پیداش کردیم. مارکو! مرد عنکبوتی. این مرد شنیه؟ نمجه شوخی نمی کرد. باید قبل از اینکه به کسی یا خودش آسیب بزنه بهش کمک کنیم. به نظر میرسه دستش خطرناک باشه. شاید گشتشه، نه؟ بهتر رو گرده بچه غذایی بدیم. نقشت چیه؟ سرشو گرم کن، من یه فکری دارم. لعنتی. بعد این همه سال هنوزم عصبانی مارکو؟ شاید بهتر یکم یوگا کار کنی.
آخر انگار پیلاتس کاره. یعنی فکری که داشتی این بود؟ هیچ وقت نگفتم فکر خوبیه. قرار بود یه روز معمولی باشه ها؟ فیزیک تدریس کنم، گفتگوهای مزخرف توی سالن اساتید رو داشته باشم. همه چی درست میشه. گرفتمت. مرد عنکبوتی، فکر میکنی این محموله رو میتونی تحویل بگیری؟ هنوز گرمه. اومدم. گرفتمش. چقدر بچه مارکو. کاش منم میتونستم از این کارا کنم. اونی که هوا زده شده بود و گذاشتم پایین. البته نه قبل از اینکه روی لباسم بالا بیاره. اون تنها نیست. مرد شنی هم چند تا رفیقاشو آورده. اون میتونه این کارو بکنه؟ ظاهراً. الان بهت نیاز دارم مایلز. آقای پارکر، ببخشید شما؟ مدیر ایونتس. من درسته، مدیر ایونتس. همه بچه ها از کلاس رفتن بیرون، شما کجایی؟ آقای پارکر، من فقط یه چیزی رو تو ماشینم جا گذاشتم. صدای چی بود؟ چی؟ من فقط جواب داد. منظورم اینه که دارم برمیگردم. برگرد اینجا با به دانش آموزان نظارت کن. برگردم، من میدونم با تو. این اصلا خوب نیست. تقریبا رسیدم. داری تعامل میکنی؟ مایلز، مدیر من تماس گرفته بود. پسر اخراجم کرد؟ هی، تو فقط از کلاس رفتی بیرون. من دانش آموزا رو توی یه وضعیت اضطراری تو سطح شهر رها کردم. آره، بدجوری گند زدی. مرد شنی. همیشه از این اسم بدم میامد. میدونم از دستم عصبانی. این ربطی به تو نداره. منو تنها بذار. میخوام کمکت کنم، اما اولش یه خورده درد داره. فکر کنم اون از ملاقات دوباره راضی نبود. داره اون واقعا اهل چیزای نوستالژی نیست. بذار برم وگرنه میکشمه. گوش نمیده، انگار باید شورشو بیشتر کنی. چطوری؟ از آب رو بره، همین الانش هم سرشونه نیسته. شف میمدم که از برقم خوشش نمیاد. ذهنمو خوندی. الان قشنگ حسش کرد. آب بیشتری میخوای؟ تا برقمش برسونم با تار میزنمش. منم همزمان آب میریزم روش. مبهوت شده. ضربتو بزن. اشکالی نداره، کم شن قصد بگیرم. کسی آب سفارش داده بود؟ بگیر که اومد. مرد کبوتی نه 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 دارم روش کار میکنم. فکر کردم از دست دادمه. به این راحتی ها نمیتونی از شرم خلاص شی. وقتشه گنکی جادوشو انجام بده. گنکی اونجایی؟ رفیق این احمقانه. میدونم رفیق، اما گوش کن ببین چی میگم. به منبع بزرگ آب وال استریت احتیاج بذار دارم. شبکه رو بررسی کنم. مراقب باش رفیق. تو هم همینطور آقای پارکر. مراقبی. نکن چی؟ اون میدونه؟ گنکی همه چیزو میدونه.
علاوه بر این هر دوم توی کلاس اخیر خیلی عجیب بودیم. میدونستم هیچ وقت نباید اون مدرسه هدیه میرسم. بازم میخوای؟ الان میتونم برم نزدیکتر. این مخصوص خودته. شن از چیزی که به نظر میرسه سخت تره. وقتشه با هم رو در رو شیم. چیه؟ از قیافه خودت خوشت نمیاد؟ پیش بینی آب و هوا رو بهش بگو مرد عنکبوتی. 100% بارندگی. همون جایی که میخوایم گرفتیمه. بچه ها مقصد آب روی ساختمون مست باید کارمون رو راه بندازه. اونجا 10,000 گالون آب هست. فهمیدیم. ممنون گنکی. شما عنکبوتا نباید نزدیک میشده. هنوز فکر میکنی اونو همون جایی که میخواستیم گرفتیم؟ اعتراف میکنم خیلی زود حرف زدم. اون قطعا بزرگتر شده. به بالا رفتن ادامه بده، خیلی نزدیکیم. مخزن آب. مرد عنکبوتی؟ فقط میخواستم یه زندگی معمولی داشته باشم مثل بقیه. این راهش نیست مارکو. واسه یکی مثل من هیچ راه دیگه ای نیست. پیت چی شد؟ دارم به این بیرون رسیدگی میکنم. میتونی بیایی بالا، من رو پشت بومم. اون تانکر آب تنها شانسمونه. کجایی پیت؟ برگرد اینجا. همون تو بمون. فکر کنم سر شلوغه. اگه اون مخزن آبا نگیریم خیلی روزمون طولانی میشه. به جا مایلز. من فقط یه زندگی عادی میخواستم. هنوزم میتونی داشته باشی. دیگه دیر شده. رفیق. مامان همه چیز مرتبه. من با پیتم. میدونم همه کانالا دارن نشونتون میدن. دارم برای کمک به هماهنگی منابع و تدارکات به مرکز شهر میرم. گنکی تو مدرسه شما رو پوشش میده؟ بله. ولی من بعداً با مشاورم قراره ملاقات دارم. مدیر مدرسه فکر میکنه گوش کن، من میتونم با مدیرت صحبت کنم ولی نیویورک الان به تو احتیاج داره. باحال‌ترین مامان دنیایی. لطفاً مراقب خودت باش. دوستت دارم عزیزم. همونطوری که مامانم گفت نمیتونیم بذاره نیویورک سقوط کنه. فقط داری اوضاع رو برای خودت سخت‌تر میکنی مارکو. برام مهم نیست. ای کاش میتونستم درباره این چون مقالم بنویسم. اینطوری از دانشگاهی میخواستم میرفتم یا مرد عنکبوتی میرفت. خیلی خواه فکر کردن کافیه مایز. تمرکز کن. اوضاع چطور مرد عنکبوتی؟ تقریبا تمومه. مخزن آب برای خودمونه. در واقع الان برای اونه. ای شرمنده چی از دست دادم؟ اون میخواد منو بخوره. پس بیا به جاش بهش آب بدیم. تموم شد. نه پیت
ابزار جدید استفاده کن. آخرین وصله نرم افزاری لباسمون پایدار نبود. اما هر چه باد. بالای تاریک داری پرواز میکنی. اما هنوز از وضعیت خارج نشدیم. مارکو تو ساحل اسکله 4. چرا به دست بیاره چی میشه؟ فکر کنم به دست آورد. خیلی فوری بهت نیاز دارم مایز. فهمیدم، درست پشت سرتم رفیق. مایز قاطی چی شدم من؟ باید آروم باشی مارکو. مردم بیگناه تو خطرن. بهشون اهمیت میدی؟ اما من نمیدم. اونا به مارکو گوش نکردن، ولی اونا نمیتونن مرد شنی و نادیده بگیرن. مایز. آره خودمم. ببینم تو فکری داری؟ بله، انگار کلاس شروع شده. کلاس؟ طوفان مارکو برق زیادی تولید میکنه. اگه ولتاژ رو افزایش بدی چه اتفاقی برای کشش سطحی ماسه میفته؟ رد و برق میزنه، مثل وقتی که به افرادش برق زدم. آفرین، 20 شدی. تو انرژی زیادی رو جذب میکنی. درست پرتش کنیم سمت میخوای اون. با برق بزنم بهش؟ پسش برمیای؟ برای فهمیدنش فقط یه راه هست. دقیقاً چطوری میخوای جهتی رد و برق رو تغییر بدی؟ همونطوری که خودت گفتی باید از ابزار جدید استفاده کنیم. نوبت من. یا الان یا هیچ وقت مرد عنکبوتی، وقت حرکته. چرا بی خیال نمیشین؟ چون قول دادیم که از شهر محافظت کنیم. همه چی رو به راهه؟ آره همه چی خوبه. همه جام پر از شنه. مارکو همه چی درست میشه. من خیلی وقته که حالم خوب نیست. اگه کمک میخوای فقط کافیه به همون بگی. شما کسایی هستین که به کمک نیاز دارین. وقتی اونا بیان سراغتون بیان سراغمون؟ شش ماه قبل